به جلسه امروز خوش اومدید. امروز میخوام بهتون یاد بدم که پرامپت چیه و پرامپت نویسی چه قاعده‌ای داره. فرمول اصلیش رو آخر ویدیو بهتون میگم. ببینید پرامپت همون دستوریه که شما به تمام ابزارهای هوش مصنوعی میدید و میتونید ازش خروجی بگیرید. هرچی پرامپتتون دقیق‌تر با جزئیات بیشتری باشه، خروجی بهتری میتونید بگیرید. یعنی اگر شما این جلسه رو به طور کامل یاد بگیرید، خیلی راحت میتونید با تمام ابزارهای هوش مصنوعی کار کنید و خروجی عکس، خروجی ویدیو، خروجی صدا و هر چیزی که تو ذهنتونه برای کار با ابزارهای هوش مصنوعی رو یاد بگیرید. من این جلسه به زبان کاملا ساده از صفر و مبتدی شروع میکنم و تیکه تیکه با هم جلو میریم که ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید برای پرامپت نویسی اولین قانونی که داره، ما از خود چت جی پی تی شروع میکنیم. به چت جی پی تی شخصیت میدید و خودتون رو معرفی میکنید. حالا مرحله به مرحله رو با هم میریم جلو، ببینیم چه اتفاقی میفته. کانال منو ساب کن که هر جلسه برات کلی آموزش رایگان کار با ابزارهای هوش مصنوعی رو دارم و میتونی به راحتی کار با تمام ابزارها رو یاد بگیری. بریم با هم ببینیم. خب اول وارد چت جی پی تیم شدم و بهش نقش دادم. گفتم تو یک سناریو نویس حرفه‌ای هستی، میخوام 5 تا سناریو قوی، ترند و پربازدید و زیر 30 ثانیه رو بهم بدی. وقتی تایمش هم مشخص میکنی نسبت به اون برات محتوا میسازه. بعد گفتم جزئیات داشته باشه این سناریویی که میدی. برای یه پیج پوشاک ایده های ریلز هم بلاگر اجرا میکنه، چون این وقتی هست فقط قراره که محصول معرفی شه. به همین خاطر این هم لازمه که گفته بشه. موزیکش هم گفتم یه موزیک ترند که ویو باز میشه، که بازدیدا ویو بیشتری بگیره رو بهم بده و سناریو هم حتما هوک داشته باشن. ببینیم که چه جوابی داد. اولین سناریو هوکش گفته فقط تو 3 ثانیه استایل تو 10 برابر جذاب تر کن. جزئیات اجرا رو داده، موزیکش هم گفته. سناریو دوم حالت سوال پرچالش، کدوم استایل بیشتر به من میاد. سوالی هستش که این ریپلای خور بشه و کامنت های بیشتری بگیره. سناریو 3 به همین طریق با موزیک ترندش، سناریو 4 هم همینطور و سناریو 5 هم در مورد قیمته. مثلا باور میشه این استایل زیر تومن باشه. اینا سناریوهایی بود که داد با همه هوکاش. حالا خودش سوال پرسیده، گفته که میخوای برای هر سناریوت متن کپشن و هشتگ های ترندم پیدا کنم. میگم که آره، بر هر کدوم به ترتیب کپشن و هشتگ مرتبطش رو بده. این هم کپشناییه که مثلا گفته فقط تو 3 ثانیه زمان میبره که استایل تو از معمولی به واو تبدیل شه. هشتگاشو گفته. سناریو 2 به همین ترتیب، 3 و 4 و 5 هم به همین ترتیب هستش. یعنی هم کپشن و هم هشتگ هم بهمون داده. حالا گفته که میخوای برای تقویم محتوایی هفتگی بچینم. بهش میگم که آره، پیج صفره، یعنی تو ذهنش باشه که تقویم محتوایی برای پیج صفر باید بده و نسبت به این پیج تعداد ریلز و کاروسل و استوریا مشخص کن. خودش یه چیزی گفته که ریلز ها باید 3 تا 4 تا در هفته باشه. موضوعات پیشنهادی ریلز هم حتی گفته که باید به چه صورت باشه. کاروسل هم گفته 2 تا 3 تا، استوری هم گفته 3 تا 5 تا. حالا من خودم همیشه بچه‌ام سر کلاس میگم استوری رو در حد 2 الی 3 تا هم کافی هستش، چون استوری به خاطر اینکه شما فالوور خاصی ندارید نیازی نیست که خیلی استوری بذارید. استوری فقط برای چیدمان هایلایت هستش، ولی ریلز ها رو میتونید 4 تا ریلز و یه دونه کاروسل هم استفاده کنید، کافی هستش. برای پیج صفر که کم کم بالا بیاد. پیج هرچی بالاتر بره میتونید تعداد ریلز ها رو پایین تر بیارید. خب یه راه دیگه برای کاریابی اومدم بهش گفتم که بهترین سایت های پروژه یابی برای ادمین ها رو به هم بگو و هر توضیحی که برای نحوه پروژه یابی هستش رو به هم توضیح بده. اومد یه سری سایت های ایرانی رو معرفی کرد، مثل پونیشا، کارلنسر، انجام میدم. سایت خیلی زیادی هستش. مثلا اینجا پارس کودز هم گفته و جاب ویژن هم خیلی خوبه، میتونید این کار رو انجام بدید. حالا این سانکلود هم گفته. یه سری سایت خارجی هم مثل آپورک و فایبر و فریلنسر رو گفته. بعد گفته که عکس رسمی و تمیز داشته باش برای پروفایلت، که اول گفته پروفایل به چه صورت باشه. اول پروژه کوچیک‌تر بگیر، بعد قیمت گذاری هوشمندانه رو بکن. گفته نه خیلی پایین به او که بی‌اعتبار باشه، نه خیلی بالا که کارفرما پروژه رو نگیره، و ارتباط موثر با کارفرما. حالا خودش دوباره گفته که میخوای برات یه نمونه پیشنهادی برات بفرستم که اینو بخوای برای کارفرمات بفرستی. بهش میگم آره، وای میستم ببینم که
چه متنی میده که برای کارفرما بخوام ارسال کنم. اینا رو اومد تو 3 دسته تقسیم بندی کرد. اولی پیشنهاد کوتاه داده که گفته که من بگم من در زمینه پیج اینستاگرام دارم کار میکنم، تجربه چند تا کار رو داشتم، خوشحال میشم جزئیات بیشتر از هدف پیجتون بدونم. دومیش پیشنهاد استاندارد برای پروژه 1 ماه هست که میگه من ادمین اینستاگرامم، این کارایی هم هستش که انجام میدم. بعد برای شروع همکاری هم میتونم پلن‌های مختلف پایه حرفه‌ای و وی آی پی مناسب با بودجه‌تون بدم. پیشنهاد حرفه‌ای خود تخصصی در میشه متن. میگه خدماتی که ارائه میدم تولید محتوای اختصاصی، طراحی تقویم محتوایی، هشتگ گذاری حرفه‌ای. بعد مزیت همکاری با من اینه که آشنایی کامل با الگوریتم 2025، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و ارائه پلن‌های متنوع. اینم متنش میشه. حالا یه کاری که باش میکنم، اسم این کتابی که خیلی معروف هستش و پیشنهاد میکنم اگر نخوندید حتما این کتابو بخونید، به اسم 4 اثر فلورانس هستش. میام اسم کتاب بهش میگم اثر کیه، موضوع خلاصه کتابو بهم بگو و بگو در چه مورد نظر مخاطبای کل دنیا رو بهم بده. بعد این گزینه‌ها رو میزنم. حالا مثلا من الان ریسرچ رو زدم که جلوتر بهتون دونه میگم تمام این ابزارها چه قابلیتایی داره. خودش 3 تا سوال پرسیده که میخوای نسخه فارسی انگلیسی باشه، فارسی نوشتم، مخاطبات کی باشه، نوشتم که همه مردم، و گفته تو چه سبکی در موردش بیشتر میخوای بدونی، زدم هر دو. حالا منتظر خروجی میمونم که ببینم چه خروجی میده. اول زندگی نامه فلورانس اسکاولشین که نویسنده کتاب رو بهم داده، موضوع کتاب رو گفته، خلاصه محتوای هر بخش هم دونه بهم گفته که به چه صورت هستش، در چه مواردی توضیح داده شده این کتاب. جلوتر که میریم مثلا گفته کلمه تو عصای معجزه‌گره، بیشتر در مورد خودشناسی هستش، نفوذ کلمه، قانون کارما، قانون جذب هم توضیح داده. تحلیل مفهومی کتاب هم به طور کلی به ما گفته که هر چی تو زندگیت اتفاق میفته اون چیزی که داری فکر میکنی در موردش. نظرات و بازخورد هم گفته که نظرات مثبتشون خیلی بوده، نظرات منفی هم بیشتر در مورد کسایی بوده که خیلی گارد دینی داشتن به یه سری مباحثش که حالا به هر حال یه طرز تفکر خاص خودشون رو دارن در مورد این کتاب نظر دادن. منبعش هم گفته. و حالا میریم اون قسمت پایین که مثلا آرم میکروفون داره. اینجا یه قسمت وایس میدیم و خودش برامون تایپ میکنه. مثلا من گفتم یه ایده محتوای برای پیج هوش مصنوعی بهم بده، یه ایده میده کنارش که چند تا خطه و حالت نویز هستش، اونم میزنیم میتونیم صحبت کنیم. الان اینترنت ضعیفه و جواب نمیدیم، میتونیم پاسخگویی داشته باشه. حالا این قابلیت جدید چت جی پی تی که اضافه شده رو دونه میخوام بهتون بگم چی. اولی تینک لانگر رو که زده، یعنی هوش مصنوعی به جای اینکه یه جواب سطحی و سریع بده، خیلی جواب کامل تری بهت میده. مثلا اگر بگی یه اسم برای پیجم میخوام، به جای یه دونه وقتی این گزینه رو میزنی چند تا اسم مختلف بهت میده. دومی دیپ ریسرچه که یه تحقیق عمیقه، یعنی وقتی نیاز داری اطلاعات دقیق تر و جزئی و کامل بخوای و بهت بگه. مثلا قبلا اگر میپرسیدی میخوام بدونم بهترین استراتژی رشد کانال مثلا اینستاگرام چیه، جواب کلی بهت میداد، ولی الان میره تو اون دیپ ریسرچ رو بزنی، تحلیل ترنت و آمار جدید، کانال موفق، همه رو در میاره بهت میده. سومین گزینه استادی اند لرن، اون یعنی یادگیری و آموزش، خودش مثل یک معلم میشه و از اول ساده قدم به قدم شروع میکنه بهت توضیح میده. کرییت ایمیج هم وقتی میخواید یه عکسی بسازید یا لوگو یا پوستر، این رو بزنید تصویر خیلی خلاقانه تر و جذاب تری بهت میده. وب سرچ هم که بزنی اینجا دیگه مثل خود گوگل برات سرچ میکنه و جدیدترین اطلاعات رو میاره، چون چت جی پی تی قبلا آماری که میداد تا 2023 بود، آپدیت نشده بود، ولی وقتی وب سرچ رو میزنید عین گوگل لحظه، یعنی مثلا آمار دیروز رو بخوای، اخبار دیروز رو خیلی دقیق بهت میده. و آخرین گزینه هم که اد فایله، اینم برای اینکه خب فایل ها رو بیارید دسته‌بندی کنید. اگر فایل پی دی اف دارید بعد خلاصه میکنه، هر کاری که لازم داشته باشید برات انجام میده. و اد فایل هم خیلی راحت هستش و همه میتونن باهاش کار کنن. این قابلیت های جدید چت جی پی تیه که خیلی توی محتوا، توی ترجمه، توی مقاله، توی هر چیزی که لازم داشته باشید سرچ کنه، نسبت به نیازتون طبق این چیزایی که بهتون گفتم دونه میتونید این گزینه‌ها رو انتخاب کنید و براتون جوابهای خیلی دقیق تر و حرفه‌ای تری میاره.
اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بود کانال منو ساب کن که قدم به قدم هر جلسه برات ابزارهای هوش مصنوعی رو معرفی میکنم و آموزش میدم. بریم آخرین نکته هم بگیم و جمع‌بندی کنیم. خب ببینید این صفحه چت جی پی تی شما هستش که برای همه به یه شکل الان باز میشه. خب این صفحه چت جی پی تی رو وقتی باز میکنید یه چند تا مورد داره. سمت راست بالای صفحه یعنی هم از نظر مموری اوکی هستید و هم جیمیلتون رو وارد کردید، چون اگر با جیمیل وارد نشید اطلاعات رو براتون سیو نمیکنه. اونجا ساین این یا لاگین داره، میزنید جیمیلتون رو وارد میکنید. این اولین مورد هست. چت جی پی تی 5 هم که اومده قبلا 3 تا عکس در طول روز میداد، محدودیت داشت، الان تبدیل به 2 تا عکس شده و حتی فایل پی دی افی هم که مثلا بخواید ازش بگیرید رو به عنوان یه فایل عکس حساب میکنه. این اولین موردی بود که باید بهتون میگفتم. جای قسمت آپگرید که زده، اگر زده باشه مموری آف، رو خود همون گزینه میزنید، وارد تنظیماتش میشید، تیکش رو فعال میکنید که اطلاعات رو براتون به خاطر بسپاره. چت جی پی تی وقتی قراره باهاش شروع به کار کنید، بعد از اینکه جیمیلتون رو وارد کردید حتما باید بهش نقش بدید و شخصیت خودتون رو معرفی کنید. مثلا من شهرزاد هستم، حالا سنم اینه، شغل من آموزش ادمینی و هوش مصنوعی هستش. بعد بهش نقش میدید، یه اسم روش انتخاب میکنید که هر اسمی که باهاش ارتباط راحت تری میگیرید و میگید از این به بعد من تو رو با اسم این صدا میکنم و قراره تو کار تولید محتوا و سناریو نویسی به من کمک کنی. بعد در آخرم میگی تمام این اطلاعات رو به خاطر بسپار. اگر بگه بله حتما اطلاعات رو به خاطر میسپارم، یعنی مموری شما اوکی و درسته. اگر بگه نمیتونم این اطلاعات رو برای مدت طولانی ذخیره کنم، حتما باید تو قسمت تنظیمات این موردی که بهتون گفتم رو درست کنید که هر بار لازم نباشه که بخواید براش توضیح بدید که حوزه کاری شما چی هسته، چه موضوعی میخواید، چه چیزی. اگر هم پیج دارید، برای پیجتون میخواید، حتما آیدی پیجتون و حوزه کاریتون هم براش توضیح بدید و بعد در آخر بگید اینو به خاطر بسپار. اگر هم موردی از قلم افتاده دونه دونه بهش بگید که این رو اضافه کن و به خاطرت بسپار. تو قسمت سمت چپ تصویرتون اون 2 خط لایبرری هستش، یعنی تمام چتایی که با چت جی پی تی کردید و اطلاعاتی که ازش گرفتید رو توی این قسمت براتون میاره. اگر لازم دونستید که اطلاعات رو حذف کنید، چون بعد از یه مدت حافظش پر میشه و لازمه اون اطلاعاتی که نیاز نیست. حالا یه زمانی یه سوال پرسید، مثلا قیمت امروز دلار چقدره، به نظر تحلیل بازار چطوری میشه، به نظرت نمیتونم طلا چی میشه، دلار چی میشه، اینا یه چیز روزمرگی بوده که ازش پرسیدید، اینا رو عوض کنید. مورد دیگه هم که داره، حتما وقتی میخواید در مورد یه موضوع جدیدتر شروع کنید که کار کنید، حتما اون قسمت مربعی که مداد داره رو بزنید و یه صفحه و تب جدید باز کنید و شروع به گفتن حالا اطلاعاتی که لازم دارید رو بهشون بگید. اینم از جلسه امروزمون بود، امیدوارم که براتون مفید باشه. جلسه بعدی ابزارهای عکسساز رو میخوام بهتون بگم، خیلی مشکل ساخت تصویر رو دارن، بهتون یه سری ابزار رو معرفی میکنم که به راحتی بتونید باهاش کار کنید و خروجی عکس بگیرید.